درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار دوم. سفر بی خطر بادا. اسرافیل بیدار شده مرا نیخته کنان به بیرون اشاره نمود. دامن شرقی آسمان کبود شده بود. طلوع خورشید نزدیک می رسید. عجبا، حالا در کجا باشیم؟ هنگامی که در ایرپورت بودیم موسفیدی پرسید که کی به منزل می رسیم. خادم ایرپورت گفت بعد 5.5 ساعت به قاهره و پس از 3 ساعت دیگر به خرطوم می رسیم. یکی از رسیدانها جواب او را به طور زیرین ترجمه کرد: خداوندی رحیم مهربانی کند 5.5 ساعت پرواز کرده انشاءالله به شهر معظم اسلامیه قاهره مبارک می رسیم و با 3 ساعت دیگر پریده به منزل خواهیم فرامد. الله تعالی در پناه کبریای معظمش نگه دارد. همه آمین گویا دست بروی کشیدیم. اگر روز می شد استیواردیس ها هر زمان اعلان می کردند که به فلان جا آمدیم، حرارت فلان درجه است و هاکذا. حالا همه در خواب. به تخمینم حالا حاضر ما باید در آسمان یونان باشیم. من اولین بار به خارج می روم. یقین می دانم که هر چیز از امروز اعتباراً می بینم برای من غیر عادی عجایب خواهد بود. عالمی که به آن قدم می نهم، از دنیایی که سالهای سال برایم شناس و نزدیک بود، از دنیایی که از آن من است تفاوت خواهد داشت. این را یقین می دانم و با وجود آن آینده ناعیان در وجودم اضطراب بیدار کرده است. چی خواهد شد؟ چی روزهایی به سرم خواهد آمد؟ راستش را گویم، به حادثه‌ای برایم غیر منتظر هنوز در خاک خودمان دوچار آمده بود. بار نخست در عمرم چمدان‌های مرا در ایرپورت گشاده تگرو کردند. من 2 چمدان خورد دارم. در یک سر و لباس و ذخیره سیگارت و قند و چای کبود، دویمش پر از دارووار و اسباب‌های طبی که در هر قدم لازم شده می توانند. یک نفر آدم جوان که از افتش خادم باجخانه بود، هر یک قطیچه دارو را دست کرده می دید. مغز توپچه های داکه جراحت بندی را کشاده نگاه می کرد. از چمدان دیگر پچکه های سیگاریت ها را گرفته چند تای آن را تخمینا جدا کرده وزنشان را با دستش سنجید. پچکه قندی بریده رفینت را نیز درانیده دید. به همه این آرام نگاه کرده ایستادم. هرچند می فهمیدم که این رسمیتی ضروری است، دلم غرش می کرد. در خانه ای که در حضور شما یگان چیز قیمت بها گم شده است، خود را همین گونه ناساز و ناهنجار حس می کنید. خادمی باجخانه فتاپراتی مرا به دست گرفت، غلافش را کشاد و به این سو و آن سویش نگاه کرده به جایش ماند. پس 3 غلطک فتاپلیونکای ذخیروی به کاغذ سیاه پیچانده مانده‌ام را نیز به دست
غلطک های کاغذ پیچ را اندیشمندانه دید و یکی را کشودنی شد، اما نکشاد و باز پرسید: هیچ کدامش عکسی ندارد؟ در این لحظه نمیدانم مرا چی جینی کجلک زد که دیگر طاقتم طاق شد. خودم نفهمیده ماندم که چی طور خون به سرم زده و از شدت اضطراب سوپ سر شده با آوازی لرزان قریب فریاد کشیدم: نو گفتم کو. با گمان شما من کیستم؟ من دکتر سویتی هستم. سویتی، فهمیدید؟ ظاهراً بار یکم نبود که خادم بازخانه این گونه معامله را میدید. وی به سویم یک نگاهی تأسف آمیز افکنده از نزدم دور شد. سامالیوس همچنان آرام راه می پیماید. گاه یکان کس از اکیپاژ آن به این سو آن سوی سالن گذشته و مسافران نظر می کند. به خیالم به همسفران سله و جامدار من نظر به دیگران بیشتر می نگریست. آن حضرت نریمان بیدار شده از جای برخاستند و بر راهروی مابین برآمده خمیازه کشیدنی هستند، اما شیفتی نچندان بلندی سالن به اجرای نیت حضرت مانع شده ایستاده است. این خلقتی بلند، دست و پایهای درازی بی برکش را من تخمین 5 سال پیش از این در هیئت کمانده بسکتبال بازان کدام یک ریسپوبلیکای نزد بالتیکا دیده بودم و بس. به پیشی حضرت رفتم. دل چطور حضرتم؟ خوب است. متشکرم جناب، متشکر. ملا اوراقکه از دور مرا دیده شتابان آمد. یک تا دود کنیم اکوه؟ از جای نشستم سیگاریت آورده دادم. میبخشید، گوگرد هم آنجا مانده است. گوگرد هم آوردم. بعد از سر تا دومی سمالیات گشته همسفران خود را از نظر گذرانیدم. اکثریت میخوابید. هوا با درجه روشن شده بود که زمین اکنون خوب می نمود. راستی آن چیزی که می نمود زمین نه، بحر بود. آبی سرموج از این مسافت چون پهلوی پلکچه‌دار و سیماب رنگی شورماهی می تافت. اسرافیل بیدار شد. قربان، نخوابیدی؟ نه. چرا؟ نشود. اسرافیل گفت و باز چشم به تیریزچه‌ی پیش خود دوخت. ما 2 روز باز به همدیگر تو میگوییم. من از این بغایت خرسندم. در این چند روز قبل از سفر بسیار میشد که در جمعیت همصحبت‌های نوم خود را به نهایت تنها و غریب میدیدم. به مسکو آمده شب اول را در مهمانخانه ویستافکا همراه بوگالتر یکی از کلخوازهای کوبان و یک مکانیزاتور استان گذرانیدم. بوگالتر شاهمات یافته 3 کسه تا نصف شب بازی کردیم. آدمان خوش چقچقی کشاده روی بودند، هر دویشان هم. روزی دیگر از کوچه بی وقت‌تر برگشتم. در پیشگاه خانه
2 نفر از همسفران آیندم جای نماز گسترده روی به دیوار غربی خانه نماز خفتن می‌خواندند. پس گشته به راهرو برآمدم و از نوبتچی پرسیدم که همخانه های دیروزم به کجا رفتند. آخر آنها در اینجا باز 1 هفته دیگر زیستنی بودند که معلوم شد که با فرمان کسی حاجی ها را از دیگران یعنی از نامسلمانان جدا کرده در 5-6 خانه یک جایه کردند. این تدبیر برای نمازخوانی و خوراک و خفت و خواب آنها شرایط ساز فراهم می آورده است. همخانه های نوم هنوز روی جای نماز نشسته تسبیح می گردانیدند. آهسته به یک گوشه کتی خود نشستم. از تریزه بیناهای بلند پرسپکت سول می نمودند. لوحه نیانی کیناتئاتر نوبنیاد کوسموس در هوای صاف و سیرون بهاران چون یاقوت سبز می درخشید. از آن لوحه چشم کندن دشوار بود. حرفهای کلان کلانی به یک پهلو خمیده با جلا و لرزش سهل عیان خود دقت کس را خواه و ناخواه جلب می کردند. از تریزه روی تافته به شیفت خانه نگاه کردم، اما با این هم نشد. اکنون گویا پیچی راستی اصرارکارانه حرفها به گوشم می در آمد که کوسموس گویا مغزی مرا قطیق می کرد. خیالم را به کیم کجا خوامی برد. همخانه ها جای نماز را غون داشته برخواستند و من تازان رفته پرده را بروی تریزه پوشیدم. بامدادان آواز تیمورجان قاری مرا بیدار کرد. وی قرآن تلاوت می کرد. در پهلویش الله نظر قاری به زانو نشسته به ضرب قرائت کله می جنبانید و پیچیر می کرد. تیمورجان قاری جوانی خوشروی، خوشقد و بست و تنومندی 23 ساله است. وی در کورس 9 مدرسه میر عرب می خواند. ما از همان مدرسه دینی میر عربی بخارا که استاد عینی ما در آخر عصر گذشته ختم کرده است. تیمورجان هنوز 2 سال مقدم قاری شده بود، یعنی قرآن را از یاد خوانده می توانستگی شد. این سال بعد از حج تحصیل را به پایان رسانیده به یگان وظیفه تعیین خواهد شد. الله نظر قاری مدرسه مذکور را 5 سال پیش تمام کرده است. وی در یکی از شهرهای قدیمه آسیای میانه امام مسجد جامع می باشد. گاه می شود که کس از خواب بیدار شده واقعیت اطراف خود را در حال درک کردن نمی تواند. من چند لحظه در گمان بودم که هنوز در خواب هستم. اینجا مهمانخانه مسکو است می گفتم خود به خود. من دکتر تاجیک قربان مجیدوف. خیر کی و چی کاره بودنی من در اینجا چی اهمیت دارد؟ می پرسیدم باز از خود. می خواستم بگویم که اینجا مسکو است و من در مهمانخانه مسکو خوابیدم. ما پگاه فردا به حج می رویم. همخانه های من نماز می خوانند. می خواستم بگویم که من بیدارم. چندین سال عمر من در مسکو گذشته است. در کوچه و مگزین های مسکو نیه، در لابراتوریه های اینستیتوت و کلینیک های این شهر، در حضور دکترهای با تجربه، در صحبت دانشمندان علم طب، چشمم را بندیدم. تئاتر و موزه ها، زال های کنسرتی، کوچه های همیشه با تراوت این شهر را به آسانی پیدا کرده می توانم. بسیار شده است که در یگان گوشه کشور خود می گشتم و بناخواست شمال نرم و خوشبوی وستیبولی های مترو به دماغم می زد یا صدای پایزدی به تنل در آمده رفته ایستاده آن به گوشم می رسید. هرچند کردوکار و
خلق و اطوار همسفرانی آینده‌ام را به خود 10 مراتب تصور کرده باشم هم حالا شنیدن تلاوت قرآن مرا 1 درجه گرم کرده بود. برادری من کارکنی رادیو است. باره با کار به پیش او به استودیوی رادیو رفتم و به کنسرت پیشینی برای کارکنان خواجگی قشلاق نزدیک شده بود. حافظان، سازندگان در زل استودیو چقچق کرده می نشستند. تصادفاً یکی از درهای استودیو را گشاده دیدم که حافظ میان سال در مابین اپارات‌های نوی اداره کننده آواز، ماشین‌های مکمل آواز نویسی بر روی قالین فرش گازیته را پهن کرده نماز می‌خواند. این منظره مرا به حیرت انداخته بود، ولی نه به این درجه‌ای که حالا تمام مات و مبهوت گشتم. تیمورجان قاری و الله نظر قاری به بسترهای خود در آمده خوابیدن. من به کوچه برآمدم. ماشین کوچه ها را رفته تازه می کرد. یگان راهگذران به نظر می رسیدند. یک سیل از آغانی سیاه در بالای گنبد سبز کلیسای کهنه قرقر کنان بال افشانی می کردند. اینجا 10-15 سال پیش از افتکار دهه عادی نزد مسکو بوده است و آن را از چه سبب مالای مسکو یعنی مسکوی خورد می گفتند. حالا بیناهای مهمانخانه ویستافکا، خانه های استقامتی با میدان خیابان‌های بر هوایشان همه جای را بند کردند. فقط همین کلیسای سبز در مابین چون یادگاری زمان گذشته مانده است و بس. و پرس پیک برآمده پیاده سیر کنان گشتم. آن روز 22 اپریل بود. مردم روز تولد لنین را قید می کنند. پنیران مکتبی 7 شهر دوشنبه آن روز پسرچه کلانی مرا به پیانیری قبول می کردند. وقتی که به خانه برگشتم همسفرانم مشغول ناشتا بودند. الله نظر قاری رویمالی میانبندیش را برای میز پهن کرده مقدار قندی بریده و کلچه های از خانه آورده اش را ریخته بود. نان و قند و چای تناول کنان چقچق میکردند. حاجی ها تا دمی که در مسکو بودند از خوراک بوفت و آشخانه ها استعمال نمی کردند. صبح و شام در خانه های خود نان و چای می خوردند. طعام نصف روزی را یا به رستوران ازبکستان رفته می خوردند یا به رستوران باکو. به قول آنها فقط در این 2 آشخانه مسلمانی خوراک حلال و پاکیزه بوده است و بس. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرالی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار دوم.